ولی بعضی زنها امروز بعضی فمینیست‌ها بعضی اونها بلاگرها امروز با مردم راهنمایی میکنن که چگونه زندگی کنیم. یک دختر است به نام امیده، نامش بگذار بگیر، من نام نمیگیرم مدتاً، امیده پرسایبه باشه نمیفهم نامش هم خیلی است. اون روز دیدمش در اینستاگرام بود بفکرم، در اینستاگرام دیدمش مردم راهنمایی داره، میگه من شوهر کنم 800 تا کودک کنم بشینیم در اوجا. آیا شما یگان زن دیده تا امروز 800 تا کودک کرده باشه؟ مقصدش یعنی بسیار کودک کنم، 800 تا نه و 8 تا. آن زنی که در خانه میشینه و 8 تا کودک میکنه و این کودک ها را تربیت درست میده، اون زن قهرمان مادر است. تو هرگز این کار کرده نمیتونی. تو امیده و امثالی تو بلاگرایی که امروز در شبکه‌های اینترنتی تمام اعضای بدنتون را رکلام میکنین، در عوضش پول میگیرین. تمام اعضای بدنتون در عوض 4 تا لایک کامنتار یا 4 تا فاسق فاجر میفروشین و در عوضش پول میگیرین، زندگیتون پیش میبرین. شما به هیچ وجه هرگز کاری آن مادری قهرمان مادر کرده نمیتونید. آن مادری که او را از خانه پدرش رفتن نامزد میکنن، توی میکنن، به همسری میگیرن، خانه میارن و اون مادر، اون زن در خانه به همه چیزی که در خانه هست صبر میکنه، به همه چیز، به همه دار و نادارش صبر میکنه، بچه به دنیا میاره، دختر به دنیا میاره، تولد میکنه، اونا را تربیه میکنه، بهترین فرزندا را برای جامعه تربیه میکنه. اونها قهرمان مادرن. شما بلاگرها ارزش یک پاپشی اونها را ندارین. به هیچ وجه جرأت نکنین که امروز شما در شبکه‌های اینترنتی این مادران قهرمان مادر، این خواهران قهرمان خواهر با راهنمایی کنین. شما ارزش ایرا ندارین، برای خود اجازت ندین ایرا. شما باید شرم کنین، به خاطری که در عوض 4 تا لایک، 4 تا کامنتار یا 4 تا آبونچی شما تمام اعضای بدن خودتون میفروشین. موی سرتون جداگانه، قاشاتون جداگانه، چشمها جداگانه، بینی جداگانه، لبها جداگانه، منه جداگانه، گردن جداگانه، کتفها، شانه ها جداگانه، پیشی بر جداگانه، میان جداگانه، قفا جداگانه، رانهای پا جداگانه، زانو جداگانه، زانوها جداگانه، ساق پا جداگانه، بجیلک پا جداگانه، تا چلیکاتون جدا جدا ویدیو کرده در شبکه‌های اینترنتی میمونیم. اینا به خاطر میکنه که 4 نفر برای شما لایک مونه و کامنتار یا نویسه. و من دیدم اکثر کامنت ها شما را نفرت کردیم. شما در بین مردم ارزش ندارین و جرأت نکنین به هیچ وجه از خود قهرمان سازین و از خود نمونه قدوه سازین و دیگر زنها را مثل خود همین گونه مثل که حالا که شما دارین به این حال تشویق کنین، دیگر زنها را مثل خود کنین. از این خاطر این بلاگرها را باید در دهنشون بزنیم، بگیم خاموش باش، حیا کن، شرم کن. ولی بلاگرایی که امروز در شبکه‌های اینترنتی صحیفه دارین، اگر امروز 10,000 پادپیسچیک داری، بدان که پیش الله سبحانه و تعالی برای 10,000 جواب میگی. اگر 50,000 داری برای 50,000 جواب میگی. اگر 100,000 داری برای 100,000 جواب میگی. اگر 500,000 داری برای 500,000 جواب میگی. اگر 1,000,000 داری برای 1,000,000 جواب میگی. تا چند آبونچی زیادتر میشوه، همون قدر مسئولیتی تو در پیش الله سبحانه و تعالی زیادتر میشوه. چی فایده از این همه آبونچی، از این همه تعریف و توصیف، از این همه لایک و کامنت؟ چی فایده از این که فردا روز قیامت نامت در دفتر دوزخی ها باشه؟ چی فایده از این؟ چی فایده که نامت در دفتر جنتی ها نباشه؟ چی فایده که در روی زمین هزارها تو را تماشا کنن، نامت در سری زبانی 4 تا فاسق فاجر باشه، اما در آسمان هیچ ارزشی نداشته باشی؟ چی فایده از این؟ چی فایده؟ از این خاطر برادران و خواهران گرامی، این شبکه‌های اینترنتی قسم از نامه اعمال ما و شما هست. روز قیامت نزد الله سبحانه و تعالی قبر میخیزیم، وقتی نامه های اعمال ما را در دست میتن، یا به دست راست یا به دست چپ، همین شبکه‌های اینترنتی اینها جزء قسم از نامه اعمال ما و شما هست. الله سبحانه و تعالی از ما میپرسه
میگه این 10,000، این 50,000، این 100,000، این 500,000، این 1,000,000 آدم در صحیفه تو آبونه شده بود. تو برای این مردم چی دادی؟ آیا این مردم است خیر دیدن یا اینکه شر دیدن یا بد دیدن؟ آیا سبب هدایت مردم شدی یا که سبب گمراهی مردم شدی؟ آیا روت سفید کردی یا روت سیاه کردی؟ ما و شما وقتی که از این دنیا میریم، مردم 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، نزدیکترین اشخاص 1 سال 2 سال غمی ما و شما را میخورن، بعد از او رفته فراموش میشویم. طبیعت انسان همی است که فراموش میکنه، فراموش میشویم. ما میمانیم قبر ما و این صحیفه های اینترنتی ما. اگر خوب کردیم در همون قبر خوابیم، همونجا اجر ثواب رفته میرسه. اگر آیت قرآن است، تفسیر است، حدیث است، شرح حدیث است، فقه است، بیان حلال و حرام است، هنر آموزی است، هنر آموزی، زبان آموزی، مردم یکون منفعت دینی و دنیوی بخشیدیم. یک چیز در شبکه‌های اینترنتی انجام دادیم که مردم از او یک فایده دیدن، نه اینکه تمام اعضای بدن ما لیچ کردیم، رکلام کردیم، نه اینکه برنامه‌های فسق و فجور ساختیم. نه، اگر کاری خوب کردیم در قبر خوابیم، همون ثواب رفته میرسه، صدقه جاریه. اگر بد کردیم در همون قبر خوابیم، لیکن همون گناهش رفته میرسه. هستند بلاگری که 10 سال شد مردن، حالا هم مردم در شبکه‌های اینترنتی تماشاشون میکنن، همون بی‌حیایی اونها را، بی‌عفتی اونها را، شرمندگی اونها را. اونا در قبر خوابن، اما 10 سال، 15 سال، 20 سال، حتی بیشتر گناه رفته است. چی فایده کردی؟ چی فایده کردی؟ عمر دنیا 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، 60، 70، زیادتر یا کمتر، ولی در قبر 1000 ساله ها. همیالی در قبر نفرانی خوابن که 1000 ساله ها خوابن. و روز قیامت وقتی از قبر سر میبرداریم 50,000 سال است. تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. روز قیامت 50,000 سال. و وقتی اهل جنت میروند به جنت، اهل دوزخ میروند به دوزخ، دیگه جنت و دوزخ آخر نداره، خالدین. الله در قرآن میگه جاودانی است، ابدی است، دائمی است. ولی این که دوستان عزیز، ما اهل جنت هستیم یا اهل دوزخ هستیم، و این 50,000 سال در روز قیامت با ما چگونه چی میشود؟ و این که در قبر ما 1000 ساله ها خوابیم، آیا قبر باغ از باغهای جنت است یا چقری از چقری دوزخ؟ انمی چند سال عمر این دنیا را تعیین میکنه. انمی 10 سال، انمی حالا خود 10 سال کودکی خورده، انمی 15 سال و 20 سال و 30 و 40 و 60 و 70 80 زیادتر یا کمتر. اگر همین را غنیمت دانستیم، دیگه قبرم راحت است و روز قیامت هم آسان است و انشاءالله که اهل جنت هستیم. همه ایره اینمی عمر دنیا تعیین میکنه. از این خاطر ما و شما در مرحله امتحان هستیم. آگاه باشین که در مرحله امتحان هستیم. ایره باید قدر کنیم. و هر روز شب از ما و شما که میگذره، عمر ما کمتر میشود. فضیل ابن عیاض به یک نفر خطاب کرد و سوال کرد، گفت چند ساله هستی؟ گفت 60 ساله. گفت 60 سال شد به سوی الله، به سوی خالق خودت روانه هستی. اکثری راه شاید طی کرده باشی، شاید راهی کم مونده باشه. این 60 سال شد در این راه تو رفته استی، شاید به آخری راه رسیده باشی. این چنین ما و شما مسخط سوال کنیم چند ساله هستیم. من چند ساله هستم؟ چند سال شد که در این راه به طرف الله روانه هستم، رفته استم. شاید اکثری راه گذشته باشم، طی کرده باشم، شاید کم مانده باشه، بسیار کم. شاید فردا، شاید پس فردا، روزی دیگر. این چیز شما هم از خود سوال کنید چند ساله هستی؟ چند سال شد که در این راه روانه هستی؟ چند سال دیگر مانده است که تو به آخری راه رسی و ملک الموت پشتی در بگیره و روح از تو طلب کنه، جان از تو طلب کنه؟ چند سال دیگر مانده است؟ چند ماه دیگر مانده است؟ چند هفته دیگر مانده است؟ چند روزی دیگر مانده است؟ چند ساعتی دیگر مانده است؟ چقدر مانده است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عمر نصیحت کرد، گفت کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل. گفت تو در دنیا مثل یک غریب یا مثل یک راهگذر باش، یک شخصی غریب
مثلا من در آلمان زندگی میکنم، 8 سال میشوه 9 سال میشوه، اما قلبی خدمت دلی خدمت در تاجیکستان ماندم آمدم. با همه این زیباگیش، با همه این امکاناتی که در آلمان دارم، همو قشلاقی خدمت، قشلاقکای خدمت وحدت یا اینکه قزاقانه به همین آلمانی وزن نمیکنم. زیرا ما در کجایی که به دنیا آمدیم، آبی همونجا را نوشیدیم، اولین در همونجا راهرو شدیم، تای پوپا شدیم، راهرو شدیم، زیر سایه دیوارش نشستیم، از میوه او خوردیم، از آبش نوشیدیم، همونجا رفیق و دوست پیدا کردیم. او برای ما وطن او را دوست می‌داری. هر کجایی که برم ولی قلب دامو وطن خودت میمونه. شخصی غریب دائم غریب است، احساس غربت میکنه. یا اینکه راهرو مثل یک راهرو باش. ما و شما هم دوستان عزیز باید در این دنیا همین خیلی احساس کنیم که ما غریب هستیم، یک راهگذر هستیم، یک راهگذر، مثل یک شخصی که زیر سایه درخت یک کمی استراحت میکنه با دوام میته راهش. مثل همین است این دنیا، زود میگذره، زود میگذره، مثل یک راهرو. و ما و شما در این دنیا غریب هستیم. وطن اصلی ما و شما جنت است که پدر ما و شما حضرت آدم علیه السلام و مادر ما و شما حوا از اون جنت بیرون شدن هر دش. و ما و شما باید کوشش کنیم باز به همون وطن اصلی خود، وطن پدری خود جنت برگردیم، جنت برگردیم دوستان عزیز. بله کوشش کنیم باید به همونجا برگردیم. دنیا اندک است میگذره، هیچ چیز نمیمونه. بله یک قصه است امام غزالی اکل صحبت اطراف این مسئله رفت، سوال های شما میمونه. امام غزالی قصه میکنه، میگه یک انسان به سفر میبروه، در راه به سفر میبروه، در راه میروه که ناگهان از پشت سرش یک شیر نگاه میکنه که یک شیر، یک حیوانی درنده خطرناک، شیر ژیان از پشت سرش چی میآیه، سرش میکنه، یعنی میگریزه از ترس این شیر، میروه تا چند میروه که راه تمام میشوه، یک جری پیش میآیه، یک جری. بعد میگه خودش نگاه میکنه که در همون جری یک درخت ریشه یک درخت میآوه، یک درختی کنه امجد یک ریشه همون درخت میگیره و خودش آویزان میکنه تا اینکه شیر نخورش. بعد نگاه میکنه طرف پایان که در طرف پایان یک ماری اژدهار یا اناکوندا هم تا دهش کلان شده نگاه داره که بغلطه در دهن ما فرو بروده بخرمش. در همین حالت سختی، در همین حالت تنگی دهشت انگیز نظر میکند که با همون ریشه درختی را که با دستش قپیدگی یا موشی سیاه و یا موشی سفید همون ریشه همون درخت به دندانشون کنده است. یگانه امیدش همون ریشه همون درخته که همون از شیر از اژدهار پایان نجاتش داده است، با همون ریشه را یک موشی سیاه و یک موشی سفید کنده است به دندانشون. در همین حالتی تنگی نگاه میکنه که در یک کنجی همون ریشه همون درخت زنبورای وحشی یابایی زنبور خانه کردیان، اصل کردیان در همونجا. با یک دستش میقپه ریشه را، دیگر او شیر هم فراموش میکنه، دیگر او مار هم فراموش میکنه. با یک دستش یک دونه همون ریشه را میگیره و با یک دست دیگرش همون اصل را میکنه و خوردن میگیره. مقصد امام غزالی این است که این راه سفری که این مرد برآمد این عمر است، این عمر ما و شماست. اون شیری که از پشت میآید او ملک الموت است، ملک الموت که عزرائیل میگن ملک الموت، نامش در کتاب ها عزرائیل آمده است، ملک الموت که جانی ما و شما را میگیره. و اون اژدهاری که در پایان است او دوزخ است. و اون ریشه که هست که یکش دو موش اورامه، یک موش سیاه یک موش سفید، یکش شب است یکش روز، که عمر ما و شما را دارن چیکار میکنن. و اون اصل همین دنیاست. ما ملک الموت هم فراموش کردیم، ما دوزخ هم فراموش کردیم، ما فراموش کردیم که این شب و روزهایی که پشتی سر میشه و میگذره، این شب و روز، این هفته ها، این ماه ها، این سال ها عمر ما و شماست. عمر ما و شما تمام میشه، رفته تمام میشه. همه را فراموش کردیم، فقط دنیا. پول جمع کن، خانه بساز، خانه همسایه از خانه ما زیباتره، خانه ما باید او زیباتر باشه.
بچه همسایه ماشین خرید، رنج راور، منم باید رنج راور خرم. در دنیا مسابقه. حضرت عمر چی میگفتن؟ میگفتن هر کسی اومد نزد تو گفت که بیا در دنیا با من مسابقه کن، مسابقه نکن. گفت بیا ما پیشکنک میکنیم. گفت ماشین تو خوب تره، ماشین ما. خانه تو زیباتره، خانه ما. لباسای تو زیباتره، لباسای ما. تلفن تو قیمت تره، تلفن ما. تو بسیارتر پول داری و ما. در افغانستان قصه میکنن برادر افغانی میگن بعضی پولدارای بودن به حد میگه مغرور بودن که بین خود شرط میبستن که بیاین یک طعام میپزیم، آش. در همین دیگ آش چند قدر همین هضمه که هست بجاش پول میپرتاییم. کو میبینم پولی ما بسیارتره یا پولی تو. ببین اینقدر انسان مغرور است. مردم در اوج از گرسنگی مرده استند. در همین افغانستان خودش از گرسنگی کودکاشون همه فروشن. این بدبخت میگه که بیا مسابقه کنیم ببینیم که تو پول بسیارتر داری یا ما. دیگه میمونیم آتش بجای چوب بجای همون هضم پول میپرتاییم. ببینید این خیلی مغرورا هم هستن. بعضی انسان ها هستن به حد مغرور توالتاشون از طلا ساختیان. میگه همین توالت با خودش میبره. هستن این خیلی آدما. خوش به حال کسی که پول داره و پول در راه درست صرف میکنه. الله سبحانه و تعالی در مالش برکت بده. یعنی این دنیاست دوستان عزیز، دنیا. حضرت عمر میگفتن هر کسی اومد در دنیا با تو مسابقه کرد، مسابقه نکرد. ولی هر کسی در برای آخرت با تو مسابقه کرد، مسابقه کرد. کی قرآن بیشتر میخونه، کی نمازی بیشتر میخونه، کی شبها نمازی بیشتر میخونه، کی بیشتر در راه الله صدقه میکنه، کی کاری میکنه بیشتر انجام میده، مسابقه کن. کاری میکست مثل که صحابه ها میکردن. پس دوستان عزیز الله خیر برکتتون تیه. الله خیر برکتتون تیه.